تشکر استاد. میگویم که ادب و آداب شنوندگان و شاگردان از فیض حکمت‌های زبان استادان است. بسیار سخن‌های عالی گفتند. نوبت به استاد مجیب الله می‌دهیم. استاد مرحمت یک غزل اسلامی گفتنی هستند. مرحمت استاد. یک صلوات بگیم انشاءالله به پیامبر صلی الله علیه وسلم. البته هر محفلی که میشه دیگه در بی قال الله قال و رسول الله صلی الله علیه وسلم میشود. وقتی که ما نام الله میشنیم باید جل جلاله گوییم، نام پیغمبر نازنین نگوییم محمد صلی الله علیه وسلم. و کسی که میگه در محفل میشنم و در آخر به من صلوات نگویم گویا که یک چیزی بدبوی، چیزی یک مردگی را یعنی پهن کردگی که برابر میشود. به خدا خواهد انشاءالله به یک صلوات به یک غزل انشاءالله و در آخر یک از پارچه قرآن کریم تلاوت میشود و در حق گذشتگان این خاندان و انشاءالله خدا خواهد در حق این داماد و عروس انشاءالله دعای خیر میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد. اللهم بارك على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم بارك على محمد. وصف تو که لایق این ناکس است، واصفی تو خالق عالم بس است. وصف تو که لایق این ناکس است، واصفی تو خالق عالم بس است. واصفان در وصف تو حیران شدند، سیر داران نیز سرگردان شدند. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. میبرد غم از دلها، لا اله الا الله. زنده میکند جانها، لا اله الا الله. میبرد غم از دلها، لا اله الا الله. زنده میکند جانها، لا اله الا الله. طالبانی وجه الله، طالبانی قرب الله، ذکرشون در دیوانها، لا اله الا الله. طالبانی وجه الله، طالبانی قرب الله، ذکرشون در دیوانها، لا اله الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. در هر محفلی که در وی گفتگو کنند از حی، میریم به آن محفل ها، لا اله الا الله. هر محفلی که در وی گفتگو کنند از حی، میریم به آن محفل ها، لا اله الا الله. میبرد غم از دلها، لا اله الا الله. زنده میکند جانها، لا اله الا الله. صلی علی محمد سیدنا محمد، حبیبنا محمد، طبیبنا محمد. اللهم صل على محمد. اللهم بارك على محمد.
اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اللهم صل وسلم وبارك وزد على رسول